با سلام بینندگان عزیز، تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. من شاله گلخوجه هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 3 ایول. سرگردانی برای بازگشت به وطن. تاجیکستان میگوید امروز شهروندانش را از گذرگاه ژبک ژولی به وطن میرساند. مصادره بخش بزرگ مواد مخدر جهادیان که از سوریه به ایتالیا انتقال یافته بود. خانه به جای میدانچه کودکان و یا منزل در روی منزل، مشکلی که شهرهای تاجیکستان را دامنگیر است. خدا ای روز نکنه یک سوختار شوه بچم، خدا ای روز نشوه یک زمین جمی شوه. این خلق کجا میروه بچم؟ وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید امروز 650 تاجیکان درمانده در مرز ازبکستان و قزاقستان به وطن انتقال داده میشوند. به قبل این وزارت توافق برای اجازه عبور اتوبوس‌های ترانزیتی به ازبکستان حاصل شده است. امروز خبرنگار بخش قزاقی رادیو آزادی از نزد گذرگاه ژبک ژولی برگشت. او میگوید در این گذرگاه حدود 2000 نفر جمع آمدند که بیشترشان زادگان ازبکستان میباشند. بعضی از تاجیکان و ازبک ها یک هفته میشود در انتظار اجازه گذشتن از مرز برای رسیدن به وطن هستند. جمع آمدگان در شرایط ناگوار قرار داشته در روی زمین و در بالای کارتون میخوابند. اکثریت آنها برای خریدن خوراک پول ندارند. این مهاجران تا اعلان کرانتین در قزاقستان کار میکردند، حالا که بیکار ماندند میخواهند به وطن برگردند. پلیس ایتالیا 14 تن مواد مخدر سینتتیکی را مصادره کرده است که احتمالاً در سوریه استحصال شده و برای مبلغ‌گذاری گروه‌های افراطگرایی پیش بینی شده بود. اگر این مقدار تبلیغ کپتاگون به دست استعمال کنندگان می‌رسید، از فروش آن تقریباً 1 میلیارد یورو به دست می‌آمد. حالا پلیس امکان شرکت گروه‌های محلی قاچاقبر را در فرمایش مواد مخدر کشف شده تحقیق می‌کند. کایومارسیاتو با تفصیلات بیشتر. روز 1 ایول پلیس ایتالیا خبر داد که برای اولین بار در تاریخ 84 میلیون تبلت کپتاگون را مصادره کرد. کپتاگون دوایی مدهوش کننده است که هنگام روح افتادگی و بیماری های روانی استفاده می شود. آن از هیدروکلورید فنیتیلین عبارت است. قاچاقچیان مواد مخدر را در سیلندرهای کاغذ و چرخه های آهنی در 3 کانتینر کشتی بارکش جای داده بودند که از سوریه به بندر سالرنوی ایتالیا واقع در نزدیکی های شهر جنوبی ناپولی آمده بود. پلیس میگوید 84 میلیون تبلت کپتاگون در بازار تخمینا 1 میلیارد یورو نرخ دارد. به قول خبرنگار ریتر، کپتاگون در منطقه خاور میانه خیلی مشهور است. جنگجویان آن را استعمال نموده در زیر تاثیر آن از چیزی نمیترسند، مقاومتشان افزایش می‌یابد و آنها میتوانند چند روز را به تناول غذا پشت سر کنند. اصلا کپتاگون و یا به اصطلاح نشأه جهادیان یکی از منبع‌های اساسی درآمد افراطگرایان برای خریدن سلاح و مهمات جنگی می باشد. پلیس ایتالیا میگوید کرانتین در کشورهای اروپا باعث شد که تولید مواد مخدر صنعی در قلمرو اروپا متوقف گردد. از این رو قاچاقچیان مواد مخدر از سوریه بار آوردند. درباره صاحب بار قاچاقی و بازداشت کسی اطلاع نشر نشده است. برمیگردیم به تاجیکستان. در یکی از محله‌های دوشنبه بستن روی ماشین گذر مویه بحث همسایه‌ها شده است. چندی از آنها شکایت میکنند که یک خانواده بینای خوابگاه را خصوصی کرده برای رفت آمد دیگران راه نگذاشته است. ولی طرف دیگری بحث میگوید از دایره قانون بیرون نرفته است و برای استفاده زمین حق دارد. به این مناقشه همسایه‌ها حتی حکم دادگاه هم پایان نداد. رادیو صوفی با جزئیات بیشتر این موضوع. چند خانواده در کوچه هویدلویف شهر دوشنبه ادعا دارند که صاحب ملک یک خوابگاه خصوصی در همسایگیشان با بستن دیوار راه ماشینرو به منزلشان را بسته است. آنها میگویند در گذشته اطراف خوابگاه باز بود و مشکلی وارد شدن به منزلشان را نداشتند. ای ما نپرسیده، ای همسایه نپرسیده، لیگالیزاسیا گرفته است پنهانی، هیچ کس نمیداند. باید لیگالیزاسیا تیاد اگر حکومت اگر کمیسا باید مخصوص بیاید گویا که من شما راضی انا این زمین اینده گذاشته است. ساکنان میگویند با چند مقامات از جمله به دادگاه از عملکرد مالکان خوابگاه همسایه‌شان شکایت بردند، اما با قول آنها همه مقامات از مالکان خوابگاه پشتیبانی کردند. جایی که مراجعت نکنیم همش سازای میگه 100% میگه
چند سود برفتیم، چند سود به بازرسی گفته گردونده دادن که یگان قانون شکنی نیست میگوین. خدا نشون ندهد چی میگن با وای سوختار میشود. یگان کارهای کمونالی توالت تازه کنی هست، سکوری فیرود کنی هست، ماشینای کلان گذاشته نمیتونن. ولی مالکان خوابگاه خصوصی ایده‌های آنها را بپایه خوانده میگویند حق قانونی استفاده زمین اطراف خوابگاه را دارند و مقامات چندین دفعه سنجیده عمل غیر قانونی را پیدا نکردند. بر اضافه مالکان خوابگاه میگویند همسایه‌هایی که دعوا دارند غیر قانونی در زمین اطراف خوابگاه انشاءات ساختند. از این دروازه که شما دیدین در پیش اینا تمام همسایه ما شاهدی میتونن که همین دروازه در اصل نبود، یک دربیچه مایده یک ماندگی بودن یا تنها جوبار میگرفتن، آب میگرفتن میریختن. این دروازه چسبوندگی 39 از 39 بکردگی دروازه چسبوندگی نوی ساختگی. دروازه اساسی خانه 39 از راه کلانی کوچه میگذرد. در این بینای خوابگاه 7 برادر با خانواده‌هایشان زندگی دارند. بینای خوابگاه را حکومت اجرایی ناحیه سینا ناحیه فرونزه سابق به مادرشان همچون قهرمان مادر در سال 1993 تحفه کرده است. مساحت زیر خوابگاه و اطراف آن بیشتر از 10 سوتیخ است و مالکانش میگویند هر سال از آن انداز زمین را پرداخت میکنند. این خانه خروشوفسکیه، همش ایشو ساختگیه. در دوری یکم انشاءات توالت، حمام، بعد مسئله آشخانه نداره جا. برای چی چوه؟ آشخانه در میگیره. همش بینو چویه، ممکن نیست. از سال 71 ما همینجا اومدگیم، در گرد بینو همین دامده، در همینجا هم چیزی که میبینیم جا همه سرای ما بودن همینجا. پشتم سرای ما بودن همینجا. بخش معماری حکومت ناحیه اسماعیل سامانی میگوید از بحث ساکنان کوچه هویدلویف با مالکان خوابگاه آگاهی دارند و دادگاه ناحیه در این بحث قرار خود را صادر کرده است. اما ساکنان از این قرار دادگاه و خلاصه دیگر مقامات قناعتمند نیستند و با تهیه یک نامه شکایتی از دادستانی کل، دادگاه عالی و چند مقامات دیگر خواستار رسیدگی به عرضشان شده اند. همچنین از شهردار دوشنبه میخواهند به این بحث آنها با مالکان خوابگاه خاتمه دهد. به هر حال در صورت گذشت کردن مالکان خوابگاه و با از بین برداشتن دیوار مشکل همسایه ها نیز حل می شود. ولی مسئله باشندگان شهر باختر به مراتب مرکب‌تر از این است. زیرا در حالی که در این شهر بعضی ساکنان صاحب منزل زیست می گردند، بخشی دیگر از جای بازی برای کودکان محروم می شوند. آرزوی کریم در این باره معلومات می دهد. گروه از ساکنان شهر باختر میگویند که در جای میدانچه ورزشی کودکان بینای بلند آشیانه ساختند. و اجرایی شهر این بسته عرض و شکایت ساکنانی چند بینای بلند آشیانه محله دوستی خلق‌ها است. میگویند به اداره های مسئول نوشتند اما مشکلشان حل نشده است. 3 اتش حساب کنید شما 5-6 کودکی دارن، جای بازی نیست. آخی کودک برآمدنی نمیمونیم. خیلی دمو کرانتین بود، دمی کرانتین هم خیلی دخترکمون میبروین ساختمانچی ها گب میزنن، حقارت های قوی میکنن. در پاسخ به عرض ساکنان بینا را انشاءات جشنی گفته ساختمانش را ضروری دانستند. همین خیلی راسته یعنی این 3 متر ای بچم آخه در این 3 متر کودکا کجا بازی کنن؟ خدا ای روز نکنه یک سوختار شوه بچم، خدا ای روز نشوه یک زمین جمی شوه. این قخل کجا میروه بچم؟ همین چه اجازه داده مثل همین ساز وقتی ما سوال داده که در 24 متر چه خونه میسازی جای بازی کودکای؟ گفت جنرال پروکراتورا امضا شدگی جناب عالی اجازه دادن. در جواب به ساکنان گفتند که از سال 2017 برای ساختمان اجازه داده شده. صاحب کار حق استفاده مقصدناک زمین را داشته است. از شعبه معماری شهر گفتند که ساختمان خانه‌های بلند آشیانه قانونی انجام می شود. تلاش ما برای پیدا کردن نصرالله اسمتوف صاحب کاری که بینا می سازد نتیجه نداد. طبق معلومات رسمی در شهر باختر زیاده از 30 شرکت‌های خانه‌ساز بیناهای خود را می سازند که آنها در نزد خانه‌های استقامتی مردم بوده و ساکنان شکایت میکنند که میدانچه‌های ورزشی کودکان را گرفته خانه می سازند و جا برای آنها تنگ شده است. مساحت شهر باختر در 2 سال پیش از حساب ناحیه‌های کوشانیان و وخش وسیع کرده شد. خانه‌های استقامتی در زمین‌های کشت ساخته نمی شود و شرکت‌های ساختمانی اکثر وقت خالیگی‌های نزدی بیناهای شهر را برای ساختمان انتخاب می کند.
کاری که در بسیار مورد به ناراضگی ساکنان و از بین رفتن میدانچه‌های کودکانه آورده می‌رساند. گروه کوری شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد اوید به بازداشت‌های خودسرانه از مقامات تاجیک رهایی بلافاصله مقصود ابراهیموف مؤسس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان را طلب کرده است. آیا تاجیکستان و روسیه آماده هستند که این طلبی سازمانی را که هر دو کشور شامل آن میباشند اجرا کنند؟ به این سوال همکاران ما از تلویزیون نسته شیوریمیا کوشش کردند پاسخ یابند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره طلب آزادی و پرداخت جبران پولی برای تمام سالهایی در محبس سپری کرده مقصود ابراهیموف همچنین از حکومت‌های روسیه و تاجیکستان تقاضا کرده است افراد را که در ربودن او دست دارند پیدا و به جوابگری بکشند. برای اجرای این درخواست شورای حقوق بشر دو کشور باید به تفتیش این قضیه شروع کنند. در خلاصه های شورای حقوق بشر همچنین گفته می شود که بازداشت ابراهیموف به موقع و فعالیت های سیاسی او وابسته است. ائتلاف نیروهای مخالفین تاجیکستان نو سال 2015 اعلان کرد که بعد تشکیل و شرکت در چندین اعتراض با طلب استعفای پرزیدنت تاجیکستان مقامات این کشور از پی مقصود ابراهیموف شدند. با گفته حامیان حقوق مقصود ابراهیموف را سال 2015 در روسیه ربوده زوراً به تاجیکستان آوردند. 3 ماه پیش از این حادثه او از یک سوءقصد به جانش نجات یافت ولی از راهش نگشت و به فعالیت‌های سیاسی ادامه داد. نام من مقصود ابراهیموف است. من رهبری سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان هستم. طور می‌دانید 24 نوامبر سال 2014 به جان من سوءقصد صورت گرفت. در پی ربوده و بازداشت شدن ابراهیموف وکیلان دفاع او اعلان کردند که احتمال در این کار ساختارهای قدرتی روسیه دست دارد. او را همچنین از شهروندی روسیه محروم کردند و بدون یگان ثبت و سند به تاجیکستان انتقال دادند. این شخص را با قانون شکنی از یک کشور به کشور دیگر بردند. در غیبش او را از شهروندی روسیه محروم کردند. او در این باره اصلا خبر نداشت و نمیتوانست از حق خود دفاع کند. نمیتوانست از دادرس و دادستانی ها بپرسد که چرا یک بار مقام شهروندی او در روسیه بیکار شد. ولی ناوابسته به آن که او شهروندی روسیه بودیانه کسی حق نداشت او را در باغچه ماشین بار کرده مثل یک چاروا ببرد. در تاجیکستان ابراهیموف را برای دعوت‌های آشکار به تبدیل ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و تشکیل سازمان جنایی به 17 سال زندان محکوم کردند. بنابر خلاصه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مقصود ابراهیموف گناهکار نیست و باید آزاد شود. شاکرجان حکیموف سیاستمدار تاجیک میگوید حداقل 5 مثال میدانم که شهروندان تاجیکستان با امید به ساختارهای قدرتی مراجعت کرده خواستار عدالت دادگاهی شدند ولی به هدف نرسیدند. تا به سطح بالای مرحله دادگاهی یا دادگاه عالی رفتند بی نتیجه مجبور شدند به کمیته حقوق بشر سازمان ملل مراجعت کردند، اما این هم نتیجه نداد و از جانب مقامات تاجیکستان صرف نظر شد. با این همه مادر مقصود ابراهیموف زویده طولای و امید دارد که پسرش از محبس آزاد خواهد شد، زیرا به باور مادر او گناه ندارد. خود مقصود ابراهیموف که 5 سال اخیر در زندان قرار دارد حالا درباره قرار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خبر ندارد و این هم معلوم نیست که نزدیکانش کی به ملاقات او دست می‌یابند و این خبری امیدوار کننده را برایش میرسانند. به دلیل خروج کرونا ویروس دیدار محبوسان با نزدیکانشان منع است. اینجا برنامه اخبار امروز را به پایان میرسانیم. تا ملاقات بعدی در هفته نو بینندگان عزیز، شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخونید و اگر خواستید گزارش‌های روز و جالب را تماشا کنید پس به آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب روید. برایتان در روز آینده تنیسیت و استراحت خوب میخواهم. تا برنامه نوبتی در هفته نو، خدا نگهدار.